اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. صبح شما بخیر. عرض ادب احترام. خب ما فکر کنم جلسه 32 باشه، رسیدیم به این فراز که ولعل یزول الحق عن مقره و یغلب الباطل علی اهله. این بخش دوم امروز میخوام حرف بزنم. میگه که شما نگهبان دین باید میبودید که در رو پاشنه خودش بچرخه، که فلان شود که به همان شود. اینا اون که هاست در واقع. خب لعل یزول الحق عن مقرهی رو صحبت کردیم. همین دفعه امروز راجبه و یغلب الباطل علی اهله صحبت کنیم. یعنی در واقع جمله با همون لعل شروع میشه، یعنی میشه که لعل یغلب الباطل علی اهله، اینجوری که نشه که باطل بر اهلش غلبه کنه. فارغ از این که این های اهله کی به کی برمیگرده و خواهیم بحث بکنیم، که بحث فراتر از این داریم که به همون اهل باطل داره برمیگرده. به چی برمیگرده اونو بخوام عرض بکنم. قبل اون یه نکته رو بگم، این که وقتی ما حق و باطل داریم راجع به حق و باطل صحبت میکنیم، مسئله پیچیده ایه. یعنی این آمیختگی حق و باطل انقدر در هم زیاده، یه حجت‌های آشکاری میخواد برای اینکه این بشه تفکیک کرد. کم نبوده در تاریخ که عده‌ای با علم کردن حق به دنبال باطل بودن. این دقت کنید. و از این فتنات تو آخر زمان زیاد. طرف اصلا حقی علم میکنه، پرچم حقی میاره بالا، علم حقی میاره بالا، اما هدف باطله. نمونه بارز این در صدر اسلام در زمان اهل بیت خوارجن. اینا حرف خوب میزنن از خدا و پیغمبر و جهاد، و خیلی از اینا قراء بزرگن، حافظای قرآنن. فراموش نکنید وقتی اینا گفتن لا حکم الا لله، امیرالمومنین فرمود کلمت حق یرید به الباطل. یه حرف حقی اما اینا دنبال باطلن باش. خیلی وقتا شما بخوای یه احقی رو بزنی، با حق باید بزنی. میبینید تو یک زمان نامناسب در یک مکان نامناسب طرف بلند میشه مسئله رو علم میکنه، یعنی این وقت طرحشه، حرف حقی هم هست، درسته، اما میبینید پازل دشمن تکمیل میکنه. از این موارد ما تو کشورمون زیاد داریم. این باطل نشأت گرفته از چیست؟ از دو بخش. من کشور خودمون میگم، یه خود اینجاش کوتاه سیاسیش کنیم که با این حرفات ناظر به نتیجه باشه، به درد بخوره. یعنی امروز کارآمدی داشته باشه، به چه درد میخوره اینا رو بگیم. بخشی از اینها نتیجه تصمیم سازانن که اینا نفوذیان. نفوذی نیست که مثلا یه نفر بیان نفوذی رو الزاما نفوذ بدن، نه، این کشف میشه یه روزی، احتمال کشف میشه. از نفوذ جریان و تصمیم سازانن که خیلی سخته. میرن بیخ گوش یه نفر میخونن، بعد میبینی نگاه یه نفر به یه مجموعه، به یه فردی، به یک جریانی منفی میکنه، این دیگه نمیتونه نگاهش اصلاح کنه. آدمی زاده. همین چند روز پیش من جایی بودم، جلسه داشتم با یکی از مسئولین، بعد جلسه ما طولانی شد، خواست خود او هم بود که بیستید مثلا کار تموم بشه. یه آدم خیلی مهم، مسئولیتش خیلی مهمه در کشور. بعد یه مهمان دیگه داشتون، مسئول دفترش اومد گفتش که آقا این بنده خدا از فلان استان اومده، مثلا از اون ور ایران بیایی، مثلا اینجوری فاصله خیلی زیاد. بعد این پرواز داره میخواد برگرد و گفت پس به ما گفتش ما 2 نفر، گفت شما تا این کارو مثلا بحث ادامه میدید. اومد، ما اونجا نشسته بودیم روی این ست مبلش، اون کنار میز ناهارخوریش به قولی تو دفتر کاریش، با اون گفت 5 دقیقه حرفتو بزن. یعنی من کار دارم. بعد اونم
مسئولیت مهمی داشت، یعنی تو هم استان خودشون اومده بود زیرا و استاندارشون رو بزنه. خب بلند بلند حرف من میشنیدم دیگه. باورتون نمیشه که تو اون 5 دقیقه منی که اصلا نمیشناختم، یعنی نه اون استانداره رو میشناسم کیه، نه واقعا تصور کردم یه کافری اونجا الان استانداره. بری تو دل بعضی از این ماجراها میبینید چی، مثلا یه رفیقی داشته اونجا پستی بهش نداده، اون نمیدونم از قصه هاست. من تو شهرهای کوچیک‌تر خیلی زیاده اینا. کشور هم هست، از کشور یه وزیری میره یه نماینده میشه بل میشه، این زیاده. میبینید که اون انگیزه ها هم باید پرداخت. پس یک جریان تصمیم سازه، یه موقع اون انگیزه هاست. یا میبینید مثلا طرف یک فاز عجیب غریبه، مثلا یا مردم سالارا نمیگیره. بله مردم سالاری که اصله، ما اون قبول داریم. اما تو چرا اینجا؟ انگیزه مهمه. تو سپاه امیرالمومنین بودن به معنی درست بودن و خوب بودن نیست. چه بسا باطل لباس حق به تن بکنه، گفت از حب علی نیست، از بغض معاویه است. گفت نگاه نکن تو سپاه امیرالمومنینه. نه این آدم دنبال زدن معاویه است، کاری با معاویه. اما اینجا یه حرف دیگه داره میزنه، یغلب الباطل علی اهله، یه چیز دیگه داره میگه. این فرق دارد با این که یک فرد، دقت کنید، یک فرد دوچار بطلان و باطلی شود. اینجا داره از عقاید باطل صحبت میکنه. میگه یه وقت نشه باطل بر اهلش غلبه کند. یعنی صحبت اصلا اهل حق نیست، اهل چیه؟ باطله. یعنی خود اونا تو بطلان هستن. ببین ممکنه یه فردی دچار بطلان باشه، باطل باشه، اما خدا برای او یه حجتی قرار بده، یه دلیلی برش بیاره، یه نشونه‌ای که اگر این آدم نیتش خالص بود، حقیقتا دنبال اصلاح بود، برگرده از نیمه راه. فراموش نکنیم ما دچار این وهم نشیم که ما بنده خوب خدا ما این بقیه هم باید برن جهنم. یکی از بدترین اندیشه هاست اگه در ذهنش گرفت خدا خود همون رو میزنه اول زمین. برهان الهی نباشه، فرقان نباشه، برادر عزیز من، فرقان نباشه که تشخیص بدیم درست و خطا رو از هم دیگه، جوری نفس ما، خواستهای ما تزیین میکنه برامون که اصلا نمیتونید تصور کنید. اصلا نمیفهمی داری این تصمیم میگیری، نه که اصلا ناخودآگاه تصمیم گرفته میشه. این خیلی مهمه ها. یک جایی خدا میگه این جریان باطلن، این گروه باطلن، باشه خدا دوست داره تو باطل بمونن. تا کجا فهمیده خدا میخواد اینا تو باطل بمونن؟ کی چی کاره خدایی؟ خبری داری؟ ببین از این آیه ها زیاد داریم که خدا میفهمه اینا برای چی گفتن. خبری داشتی؟ وصل بودی به ما؟ ام کنت من العالین. به خود شیطان میگه یه گندگی کردی، از عالین بودی مثلا با من وصل باشی؟ کی تو؟ این استدلالی که در مقابل شیطان خدا به خرج داده رو محل توجه قرار بده برادر من. ما خیلی اینو از غذا مذهبی از همینجا میخورن. یک غرور اینها رو میگیره. از نگاه اینا ببخشید اینطور میگم، عذر میخوام، خدا ارزه هدایت کسی رو نداره. میگه فلانی، میگه اون آدم نمیشه. به تو چرا به آدم نمیشه؟ تو از کجا میدونی آدم نمیشه؟ مگه تو قراره هدایتش کنی؟ تو معیاری، سنجش دست توه، خطکشش مال توه، شاغلش مال توه، تو ترازو گذاشتی، تو فازمت زدی به طرف. رو چه حسابی گفتین هدایت نمیشه؟ این ممنون خودمونیم. پس ممکنه بعضی موقع ها اینجا خیلی فراز قشنگیه، خیلی این فراز تمدنیه. حالا بحث بکنیم. وقتی یه چیز از دهان امام معصوم بیاد بیرون، فرقش تو همیناست. من جلسات اول راجع به سند داینادو صحبت کردم.
اما واقعا که از آشکارترین دلایل اون بر این که این درسته است سندش، بقیه اون بحثی که انجام دادم به کنار، همیناست. یعنی این دقت توی جمله از آدم عادی بر نمیاد. چه بسا فردی با حجت خدا از جریان باطل بیرون زد، تا اینجا غرق در کثیفی بود، بیرون زد خودش رو نجات داد. شما در ماجرای کربلا بخشی که متاسفانه بهش پرداخته نمیشه، افرادی هستند که دقیقه 90 تو سپاه عمر سعد یهویی برداشتن شمشیر کشیدن علیه خود سپاه عمر سعد و شهید هم شدن، جز شهدای کربلا هم هستن. اصلا فرصت صحبت با امام حسین پیدا نکردن، اصلا نرسید بیان. مثل هور خودش رو رسون به سپاه امام حسین، یه دیالوگی داره، این نه همونجا زد به خط، خودش جزئی از اونا بود. چی بر اون آدم گذشته؟ میفرماد شما اهل بیت باید باشید که همچین آدمایی بمونن. اگر شما نباشید غلبه پیدا میکند باطل. یعنی امکان نداره یه نفر دیگه برگرده. گرفتی چی شد؟ شما امکان نجات را الالابد فراهم کردید. کسی نمیتونه بگه که آقا من باطل بر من غلبه کرد. خیلی جالبه. این نکته این بخش اینه، چون جریان باطل خودش رو میسازه، اتمسفر خودش رو میسازه، محیط خودش رو میسازه. ببین شما یه چیزی رو گفتیم حقو که کنار بزنی، دو سه جلسه قبل گفتیم حقو کنار بزنی، یه بخش نور نداریم، دید نداریم، تاریکه. اون بخشی که تاریکه موجب میشه چه اتفاقی بیفته؟ بدعت جاشو بگیره. اون بخش از خونه رو نمیدونیم چه شکلیه، نور نداریم، نور افکنی نداریم، کلید برق نداریم، میگه اون بخش از خونه چه شکلیه، یارو نقاشی میکشه بقیش. حالا اتاق 20 متره میکشه 37 متر، میز اونجاست میگه کمد اونجاست، یخچال اونجاست میگه مبل اونجاست، کورمال دست داده مثلا. این بخشی که میتراشی چون با اصل جور نیست، میگه لاستیک تراکتور بندازی زیر مثلا مرسدس بنز، جور در نمیاد. شاید یه حرکتی بکنه، نمیگیم منکری نمیگیم، یه حرکتی صورت میگیره، اما این حرکت چیه؟ این نه بنز دیگه نه تراکتوره، یه چیز هچل هفتی میشه. اینجاست که باطل شروع میکنه، دقت کنه، سیستم خودش آروم آروم ساختن به مرور زمان. یعنی خودشو توسعه میده بر مبنای تاریکی، توسعه بر مبنای تاریکی. ما توسعه بر مبنای نور داریم تو قرآن، یکی توسعه و شکل‌گیری زیر ساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مبتنی بر باطل. ببین در غرب که مدرنیته بعد از رنسانس به قدرت میرسه، عملاً مدرنیته جهت دهی و جریان جهانی رو به دست میگیره، ببین میاد یه تست میکنه اسمش کمونیسمه. کمونیسم برآمده از مدرنیته است. رهبران کمونیسم همشون اروپایی هن. دقت کنید، درسته تا کره شمالی هم رفته، تا نمیدونم کوبا هم رفته، اما رهبران مارکسیسم کمونیست در دنیا عموما بنیانگذاران اصلی مارکسیسم اروپایی هن. اصلا با دین مشکل دارن، دین رو افیون توده ها میدونن. مسئله شون حجاب و این قصه ها نیست که. اومده کمونیسم رو یه تست زده 80 سال، میگه نه اشتباه کردیم، داره تست بعدی رو میزنه. دقت کنید، این خیلی خطرناکه، چون باطله. دقت بفرمایید، باطل چون ریشه نداره، برای اینکه بتونه خودشو توسعه بده با آزمون و خطا باید این کارو بکنه، با عقل بشری باید این کارو انجام بده. عین یه اختاپوس وحشتناکی میشه که تو تاریکی های اقیانوسی داره خودشو ترمیم میکنه، اصلا ایده ای هم نداره تهش میخواد چه شکلی بشه. شما در مورد جریان حق شما قالب دارید، میدونی یعنی چی؟ یعنی حق مشخص از چیست، انگار توی قالب داری بتون میریزی. اینجا این شکلی نیست، عین مواد مذابی که فکرم جیب ریخته بیرم همینجوری شکل میگیره میره جلو. اینا الان نمیدونن با خانواده باید چی کار کنن.
ببین خانواده رو اصلا پاشوندن، نتیجه کارشون این شده از هم پاشیدگی خانواده. الان میگه چیکار کنیم؟ میگه خب یه جور دیگه بچه رو باید درست کرد. آقا آزمایشگاهی نمیشه کار کرد. این آرام آرام خودش را میسازد، اینجا اون تذکر رو میده. میفرماد که شما اهل بیت اگر شما نگهبانان نمی بودید، این اختاپوس باطل خودشو ترمیم میکرد میرسون به یه جایی. بله اصل اون ماشینی که قرار بود ما سوار بشیم مثلا می‌خواسته 300 کیلومتر بره مثلا، خب این الان داره با 20 تا میره اما مدعی ماشینه. و چون آدم ها هر کدوم 80 سال 90 سال 100 سال عمر میکنن، نمیتونن وایستن بعد 200 سال بگن چی شد. دقت کن اون آدم مرده، جریان بشری رو هم باطل جوری سرگرم میکنه که وای نمیسته بگه بابا بزرگ من چی شد. خودش بابا بزرگ خودشو نمیشناسه، به اون چی که بابا بزرگ من میخواست چی شد. یعنی خیلی دنیای وحشتناکی است، شما اینو تصور کنید، خیلی وحشتناک. میخواد خودشو بازسازی کنه. چرا؟ چون نیاز داره. اون میدونه که ببین گفتیم ویژگی اینه که حق و باطل در هم آمیخته است. میدونه بالاخره نیاز جنسی بخشی از این آدمه. بودن فرقه ها و جریان های باطلی در طول تاریخ شکل گرفتن که نیاز جنسی بشر رو به رسمیت نشناختن. اینا به رسمیت نشناختن محکوم به نابودی بودن. جنیسم در هند از بین رفت عملاً. مسیحیت قرون وسطایی از بین رفته، چیزی نمونده ازش. میگه من باید میل جنسی رو به رسمیت بشناسم. حالا هی آزمون و خطا میکنه. تو دوز این چقدر باشه، افراد باشه تفرید باشه، به عقل ماها دیگه قد نمیده، به عمر ماها دیگه قد نمیده. میگه کمونیسم 80 سال بر دنیا حاکم شد، کلی از مردم بعد دنیا بدبخت کرد، بیچاره کرد. الان یهو میبینه یه نئو گذاشتن سرش، میگه آقا نئو کمونیسم. نه، خوب اجرا نشد. اگه خوب اجرا میشد خوب چیزی بود. یا ابوالفضل ادعا دیگه. این دیوان اینوری گذاشت، اگه اینوری میذاش درست میشد. میگه اگه شما نمی بودید این غلبه پیدا میکرد. این دنبال این که سیستم باطل سر کار نیاد. گرفتی چی شد؟ این بخش از داینادو داره اینو میگه. میگه اصلا این که شما حق و باطل رو موردی تذکر میدهید به عنوان نگهبان دین، اینجا وایسا امیرالمومنین میگه این مدل نماز نخونن این بدعته، این کار انجام ندن این بدعته، ها امام صادق مناظره میکنه، اینا ولش کن، این مهم است اما اهم چیز دیگری است. یه چیز از اینم مهمتره. اون چیه؟ میگه سیستم باطل رو نذاشتید سر کار بیاد شما. این درست، دقیقاً همینه. اصلی ترین کار نگهبانان دین، این مستحفظین همین بوده، محافظا همین بوده. این دقت بفرمایید، این آیه رو زیاد براتون خوندم. اینجا حضرت نوح برمیگره به خدا میگه انک، به راستی اگه تو انتظرهم، اگر ولشون کنی اینا رها کنی، یضلوا عبادک، بنده ها تو گمراه میکنن. بعد چی میشه؟ گمراهی عادی نیست. میگه این پسره رو اگه ول کنی یه محلی رو گن میکشه، همه رو معتاد میکنه. خب شهرام و بهرام و حسن و حسین و تقی و نقی معتاد میکنه. این نه، حالا 20 نفر هم اونجا معتاد نمیشه. میفرماد ولا یلدوا الا فاجرا کفار. الا فاجرا کفار یعنی چی؟ یعنی ولا یلدوا، اینا دیگه تو این جامعه نمیزان الا این که یا فاجر میشه یا کافر. سیستم خودش حاکم میکنه. شما فیلمی رو دیدید از یکی از این کشورهای اروپایی، ریختن تو خونه ننه بابا رو گرفتن کت بسته دارن میبرن بیرون، دارن میبرنشون زندان. چرا؟ چون در مورد همجنسگرایی داشته توی مدرسهشون حرف زده میشه، اینا رضایت نداشتن بچه‌شون روز بره مدرسه. این دیگه نیست. تو بچه‌ت اصلا مدرسه نفرستی میگیرنت، بعد بفرستن مدرسه، تو حق نداری بگی اینو بهش یاد بدید اینو بهش یاد ندید. یه غلط کردی اینو باید یاد بگیری بچه‌ت. اینا حضرت نوحی حرف میزنه
که در زمانی است که باطل سیستم شده است و چاره نیست که اصلا با زمینش بشوری ببری. باید یه کشداری صورت بگیره و عمدی خدا میگه حیوان زنده بمونه اینا زنده نمونن. معنی داره کار خدا. حیوان زنده بمونه اینا زنده نمونن. چی شده؟ ببین پسر نوح ضد نوحه، پسر پیغمبر. زن نوح ضد نوحه، کشیده تو خونه نوح. امروزیش کنیم بچه‌شو فرستاده مدرسه، تو مدارس اینا رو بهش یاد دادن. زنش بعد عضو فلان انجمن می بوده، فلان آموزش‌ها رو میرفته میدیده. بچه برگه سفید رو دادی دست اینا، هر چی دلشون بخواد توش مینویسن. هر چند بنویسی همون رو میخونه، دعا نوشته دعا میخونه، فوش نوشته فوش میخونه. پیچیده ترین نوع این سیستم هایی است که در بین ادیان شکل میگیرد از باطل. این خیلی فرق میکنه. یه موقع شما الان با غرب طرفی میگه آ این بیسش اصلا دینی نیست. ولش. بیس اصالت سوده. بیس حد اکثر کردن نیازها و شهوته. روی این مبانی شگفته. بیس داروینیزمه. داروینیزم نه داروینیزم زیستی، داروینیزم سیاسی، اقتصادی، همه چی. هر کی پولدارتر باید پول در اختیار او قرار بگیره. فرصت ها برای اوست. چرخه اوست. یه لوپ این شکلیه. نه، پیچیده ترین این نوع سیستم ها اینا نیست. اینی که شبه دینی باشه. این که از دل دین برآمده باشه. برای همین شما چیز رو پیدا نمی کنید در قرآن به اندازه یهود فحش خورده باشه. خیلی جالبه و محل تأمل و توجه. چرا این انقدر فحش خوردن؟ چون دینن، چون تونستن باطل رو سیستم کنن، تئوریزه کنن دینی. صهیونیسم. یعنی یارو الان داره قتل عام انجام میده تو فلسطین، میگه چی؟ میگه تورات گفته. پا خود خدا وسطه. اون یارو تو اروپا داره، نمیدونم خدمت شما عرض کنم یه خطایی ازش سمسه، کاری با خدا نداره، از قضا فاصله خوشو با خدا حفظ کرده. نه، اینجا خود خدا وسطه. برای همین کهف 103 و 104 وقتی میخواد معرفی کنه بدبخت‌ترینا رو، این آیه رو هم زیاد شنیدید. قل هل ننبئکم بالاخسرین، اخسرین خسران زده ترین اعمالا، کی کدوم بدبخت‌تر از اینا دیگه نداریم؟ الذين ضل سعيهم في الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونایی که فکر میکنن کار خوب دارن میکنن. بدی این مدل اینه که یارو خودشو محق دینی میدونه. ببینید در قرآن یک جماعت دارن لعن میشن، به این فکر کنید، نه ایکس و ایگرگ. وقتی خدا یک جریان رو لعن میکنه میگه این جریان از رحمت من به دور است، مورد لعن قرار میگیره. از رحمت من به دور است یعنی باطله دیگه. میشه تو حق باشه از رحمت خدا به دور باشه. قاتلهم الله، خدا بکشدشون. و لعناهم. چرا؟ چون تونستن سیستم بسازن. یعنی چی؟ غلبه‌ای کردن. خب این چطور به وجود اومد؟ دقت کنید. اینا فرصت کردن 2000 سال، 1500 سال، 1000 سال، چه میدونم. فرصت کردن با آمیختن حق و باطل با هم دیگه، ریز حق و باطل با هم دیگه قاطی کنن، حق و باطل. یک سازه جدیدی، یک محصول جدیدی بیارن سر کار که دیگه این حق نماست. من دین خدا، دینی که در آن میشود پیامبر کشت، پیامبر ذبح کرد.
دینی که در اون میشه نزول گرفت، دینی که در اون هر غلط خاصی میتونه بکنی. ببین اون یارو اروپایی رو ولش کن، اون کافره، اون اصلا ادعای خدا نداره. دینی که اجازه میدهد این کارو توش اتفاق بیفته. مخالفینی داشت، قرآن هم اشاره میکنه میگه الا قلیلا، اینا آدمای خوبی هن. اما قلیلا از زورشون دیگه نمیرسه. غلبه سیستماتیک با اون وریاست. یعنی این جریان نفوذی مصر زده کابالیست که تونست اینو به دست بگیره. یک جریان جدیدی ساخته میشه که پیروان این جریان جدید واقعا باورشون بر اینه که قوم برگزیدن، واقعا باورشون بر اینه که بقیه انسانها حیوانات دو پا هستن و خدا اونا رو آفریده برای سرویس دهی به اینا و کشتن اونا با کشتن یه حیوان هیچ فرقی نداره. فقط بعد این چیز حقوق بشری خود رعایت کنن شر نشه، که همون هم دیدید رعایت نمیکنن. این پیچیده ترین اصلا اصل حفاظت، چون اون مدلی که غربیه داره انجام میده، چون از فطرت فاصله گرفته، یه جا خرابکاریش در میاد. اینجا نه، اینجا مدعی فطری بودنه. اونجاش که برش سوال میشه میگه ساکت ساکت ساکت، بیا آیه‌ش رو میخون، بیا این حدیث از فلان پیغمبرش رو ببین. این کار سخت میکنه. لذا اینها یک چاله بزرگی ساختن که میلیون‌ها نفر اون تو ریختن، گیر کردن، بیرونم نمیاد. در طول تاریخ دارن با همون عقیده میمیرن، بچه‌هاشون هم با همون عقیده بار میارن. ببین نکته چی شده. این الان بهش میگی که خب ببخشید اگر چون این تحریف رفته بخش از دینش شده، دقت کن، پذیرفته اسحاق قربانیه، پذیرفته تورات داره میگه شما قوم برگزیده اید، کتاب هوشع نبی، پذیرفته نمیدونم چه اینها. دقت کنید، عهد عتیق رو میگم، تورات به معنی غلط مصطلحش دارم میگم. خب اگر قبول کنه این تحریفه، یعنی یک کلمه تحریف رو کتابش بپذیره، چه تضمینی وجود داره که جمله بعدش تحریف نبوده باشه؟ ببین کلن یارو هوا میشه، کلن هوا میشه اگه اینو بپذیره. یعنی باید بپذیری یه بخشی از این تاریخ ها کجا من بقیه‌اش تعریف نباشه. تو میگی این بخش خود تحریف شده است، مثلا من قوم برگزیدم، میگه خب شاید اون بخش دیگه هم داره میگه تو بهشتی هم هستی، چیز خود جهنمی الان دیگه نمیتونه جمعش کنه. متاسفانه در اسلام هم شکل گرفت، نه به اون شکل اما بود. برای همین هی خدا دقت بفرمایید تو قرآن 6000 خورده آیه 1000 تاش در مورد بنی اسرائیله. فاعتبروا عبرت بگیرید مثل اینا نشیدا. خب یهود چیکار کرده؟ فبما نقضهم میثاقهم، عهد شکست. خب اینم عهد شکست، عهد قدیر رو شکست. هزاران نفر رفتن بیعت کردن زدن زیرش، به پیامبر قول دادن. خیالت راحت، سرت راحت، زمین بذار ما هستیم. پیمان ازشون میگیره، مودت با نزدیکانم. میگه هواشونو دارید؟ به خیالتون تخ بخن یا علی، مبارکت باشه یا علی، اصبحت مولای، شدی مولای ما، نمیدونم از این حرفا. چیکار کردن با ذوی القربای پیامبر؟ اولی بین در دیوار زدن، دومی رو فرقش رو شکافتن، سومی رو به پیکر مطهرش رحم نکردن، تیربارون کردن. میبینید چهارمی که دیگه در گودال تو کربلا چیکار کردن؟ خب چرا خدا اونجا باید بگه ولعنهم، اینجا نگه؟ جواب چیه؟ واقعا جواب چیه؟
آقا وعده‌های وحشتناک بهشون داده خدا. سیستم داشت ساخته. ببین نگاه کن، امیرالمومنین پس زده شده. سوال خب خلیفه اولمون که تو سقیفه معلوم شد تو دعوا دنده‌های سعد بن عباده شکست و یه شیر تو شیری بود، زبیر فوش میداد، اون کشیدن اون طرف، یک وضعی اصلا به، حالا من نمیخوام خیلی باز کنم این چیزا رو، مثلا به نسب بعضی‌ها اشاره شد و یکی گفتشن با یکی برگشت گفت و یادمون نرفته مادرت چیکاره بوده و اصلا این حرفا اینجوری زده شده. تو اون شیر تو شیری بود دیگه. یارو با برانکار آورده بودن تو جلسه. سعد بن عباده گفت من ببرید من اینجا عقب نمونم. اینجوری بوده. بزنی بوده. به قول خلیفه دوم فلته‌ای بود. شیر تو شیر بوده، چیز اومد بیرون. این یه مدل انتخاب. مدل دوم، خلیفه اول داره بیهوش میشه، به هوش میاد، هی بیهوش میشه، هی به هوش بدون لا میگه بنویس. عثمان هم میگه کیو بنویسم؟ میگه همون که بعد مینوشتی و همون که بعد میگه نوشتم. کی؟ یا عمر بن خطاب رو نوشتم. یا اوکی همونه. پس خلیفه یه نفر میتونه جا خودش آدم بذاره. فقط پیغمبر هزیون میتونست بگه آدم نمیتونه جا خودش بذاره. کسی دیگه هزیون بگه تو مریضی میتونه، فقط پیغمبر نمیتونه. مورد سومی چی بود؟ شورای 6 نفره گذاشت. شورای 6 نفره یه روز من جدا باید براتون سخنرانی کنم که من میگم حداقل یه سال روی این شورای 6 نفره کار فکر کرده بودن. نشستن فلوچارت کشیده بودن که چجوری تو این علی در نیاد. علی در نیاد و علی بپذیره خلافت بعدی رو. این اصله. ولی اشارات الان میکنم اما جدا باید بشنم حرف بزنم. بعد چهارمی خلیفه چی؟ همه امت حزب الله ریختن سلام علیکم یا علی تو هستن با خلیفه باشه. صحابه همه ریختن. یه دم مصر اومدن، اینا کجا اومدن؟ گرفتی چی شد؟ اینجا یه سوال، شیعه که از اول میگه حق اینه، امام اینگونه انتخاب میشود، تا گذاشتش اینجوری نیست. این باید این بخش رو بتراشه. دقت کن، گفتم باید بازسازی کنه خودشو، باید بسازه خودشو، نداره. میگه بگم اولی دومی رو تعیین میکنه که 6 مدل دیگه هم ما داریم. میاد به یه چیز دیگه میگه آقا هر که هر جوری حاکم شد همه حقه. یعنی این شیر تو شیرتر میشه خدا وکیلی. کلن حق با حاکمه. ببین این اون بخش سنگین و وحشتناک بدعته که تا الان بعد 1400 سال تو کشور اسلامی یه ما شاه دارن حکومت میکنن بر مردم با همین فتواست. میگه حاکمه. میگه بابا مملکتی رو اسمش رو عوض کردن، یه مملکت اسمش رو عوض کرد، اسم فامیل خودش گذاشت عربستان سعودی، اسم سرزمین وحی رو عوض کرده، اسم فامیل خودش گذاشته روش. هنوز چیه؟ میگه که آقا شما حق با حاکمه. هر که هر طریق اصلا یادی تو خواب بودید با یه سوار بر شهاب سنگ مسافر کوچولو یه چال گردن دور گردنش اومد رو کره زمین. گفت آقا من حاکم جدیدتونم، سلام نخوش اومدید، تفضل بفرمایید. گفتم تو محرم براتون تو بحث سازمان سریشیه انکان فاسقا، حاکم بود حتی اگه فاسق بود بپذیر. انکان عبدن حبشی، اصلا مال مملکت خودتون یه جای دیگه اومده بود، برده‌ای بود از تو سودان پلا حبشه، از سودان که سودان کشور سیاها، اونجا بلند شد اومده بود دیگه. باید بتراشی دیگه. یه ببین نگاه حقو جابجا کردی. این معلوم بود، اینو خدا و پیغمبر گفتن چجوری باید انتخاب بشه. میذاریش کنار و چیزی بتراشی جاش دیگه. ببین داره سیستم خوشو بازسازی میکنه. چه 1400 سال با همون سیستم کلی آدم عجیب غریب و دیگه. تاریخ بخونید یارو لواطکار بوده خلیفه شد. بن العباس داشتیم دیگه، عرق میخورده، مشروب خورده علنی، قتل عام انجام داده. بسم آقا اینا این پروتکله، ساکت باش میشه سرجاش دونه. اصلا
امیرالمومنین یکی از دلایلی که تو شورای 6 نفره شرکت میکنه، میخواد یه حجت مستحفظه دین، یعنی این یه حجت تو تاریخ بکاره که در طول تاریخ عده‌ای برگردن اون سواله رو همیشه نگاه کنن. یه تابلو گذاشت اونجا. مگه شما نمیگفتید حکومت خلافت مال قریشه؟ درسته؟ منتها فقاهت احکام و این سوال شرعی مرعیش مال بنی هاشم، بقیه قریش حکومت باشه. پس چرا علی و زبیر رو آوردی توی شورای 6 نفره؟ مگه نگفتی یکی از اینا میتونه خلیفه بشه؟ برای چی بودین؟ امیرالمومنین اینجا شرکت کرد که این انگاره رو بشکنه. مگه شما نمیگفتید همون روز اول سقیفه میگفتی علی به درد خلافت نمیخوره؟ چی شد بعد چند سال علی به درد خلافت خورد؟ چی عوض شد؟ علی که عوض نشده، همان علی است. از اول یه بهانه‌ای داشتید. آنچه میگفتید یک حرف ثابت مبتنی بر حق نبود، مبتنی بر میل بود. و اینا طراحی شده بود. اصلا خود امیرالمومنین فرمودن اشاره کرد، گفت از این شورا جز عثمان بیرون نمیاد. گفت این که فامیل اون که اینا پسر عموی اون رفته شوهر خواهر اونه، اینا رو اینجوری چیده تو این عثمان. چرا منو آورده تو اینجا که تن بدم که فردا جلو عثمان قیام نکنم؟ اما این ورا خواسته درست کنه، 6 تا دیگه ریخته به هم. امیرالمومنین اون ورا داره درست میکنه. یا مثلا نکته دیگه، اینا مثال تاریخی خوبه. ظاهرا عبدالله بن عمر میگه، پسر خلیفه دوم میگه تو بستر افتاده بود، فکر تعیین جانشین افتاد. گفت اگر معاذ بن جبل، ابو عبیده جراح، سالم مولا حذیفه زنده بودن، او رو مستقیم خلیفه میذاشتن. حیف که اونا مردن. برخی جا من دیدم خالد هم گفتن، خالد بن ولید. مستقیم اونا بودن، اون رو میذاشتم. الان دیگه نیستن. این یه نکته صبر کنید. مگه نگفته کل خلفا در قریش باشن؟ این چی بود اینجا زد بیرون؟ همین مبنا شد بعداً واسه کی؟ واسه ابو حنیفه ایرانی. الان خب ابو حنیفه محل خودش میفته تو بیرون ایران، افغانستان میفته، کجا میفته؟ خب اما خب اینا مال ایران بزرگ بودن، مثل فارابی هم میگن ایرانیه، اما الان محل تولدش تو فاریاب مثلا. اون ایرانی بود. همینو چسبید. دست گذاشت روش. دو صبر کنید. کی گفته خلیفه باید از قریش بشه؟ پس چرا خلیفه دومی حرفو زده؟ بعد این به درد کیا خورد در طول تاریخ؟ ترکا همشون با هم یهویی علا برکت الله حنفی شدن. ژنتیکی مذهب انتخاب کردن در طول تاریخ. چرا؟ چون انگیزه داشتن. یادتون نره ترکا خلافت درست کردن برای خودشون. گفتن شما چجوری میخوای خلیفه مسلمین باشید؟ شما که از قریش نیستید، شما عرب نیستید اصلا، ترکی. رو صبر کنید. ابو حنیفه. حالا چرا شافعی نشدی؟ شافعی قبول نداری امام شافعی. چرا حنبلی نشدی؟ چرا مالکی نشدی؟ نه اونا میگن باید از قریش بشه. ابو حنیفه رو من قبول دارم. یعنی شما انگیزه ها رو در اتخاذ دین میشه لحاظ نکنی؟ نه وهمه، اصلا چه تحلیل تخیلی جز این باشه. گفتن آره ببین ما اینو دوسته. و ابو حنیفه گفتن بابا پیامبر خودش گفته بعد از من خلفای من از قریشن. حتی نقلی از اهل سنت داریم که طرف میگه که پیامبر تا اینو گفت داد و بیداد بالا گرفت. اشتباه نکنم اینطوری میگه. با اون پرسیدم چی گفت؟ چی میگه؟ همشون از بنی هاشم از قریشن. پیامبر داشت 12 تا امام بعد خودش معرفی میکرد. فرمود بعد من اسنا عشر خلیفه. صراحتا حضرت میفرماد 12 تا خلیفه از من میان. کلشون از چی ان؟ اونی که حضرت فرموده بوده بنی هاشم بوده. منتها اینا تیره بزرگتر رو گفتن. بیا اینم مثلا این روز بگیم بیا اینم مثلا عرب گذاشت، بیا اینم فارس گذاشت، اینم ترک، اینجوری بگی.
و دقت هم بکنید تمام خلفا از قریش چیده شدن. چه خلفای راشدین؟ قریشیان، بنی تیم، بنی عدی، بنی هاشم، اینا هم از قریش. بنی امیه از قریش. بنی العباس هم که اونا از قریش. جالب مثلا دو سه خطشو بخونم اینجا براتون گذاشتم. شروطی که خلیفه دوم گذاشته بود اینا بود. میگه اگر دوتا گروه 6 نفر گذاشت دیگه، با رأی ممتاز برای عبدالرحمن بن عوف، اون رأیش ممتاز بود. اگر دو گروه 3 نفره نظر متفاوتی درباره شخصی داشتن، دو تا گروه 3 نفره، رأی گروهی رو میپذیرید که عبدالرحمن بن عوف توشه. اگر فردی از اعضای شورا با رأی اکثریت مخالفت کرد، گردنش رو میزنید. خیلی قشنگ، شیک مجلسی. اگر تو دو دستگی شورا نظر عبدالرحمن بن عوف نپذیرفتید، یعنی عبدالرحمن بن عوف خودش جزء یکی از این سه تا میشه دیگه. اگه یکی 4-2 شد که معلومه اینا. اگه اون دو تا قبول نشدن که گردنشون رو میزنید. اگر دو تا گروه 3 نفره شدن، این گروه نپذیرفتن، اون گروهی که عبدالرحمن بن عوف توش نیست، هر سه تا رو گردنشون رو میزنید. خیلی شیک و مجلسی. اگر کلا این شورا بعد 3 روز هم نتونست خلیفه تعیین کنه، بازم گردن همشون رو میزنید. و عضویت توی این شورا جبری است. علی تو هم هستی. همین اونا آوردن که ازش تاییدیه بگیرن تا موضوعش میشه. نیام نگردنتو میزنیم. میشه نظر مخالفتشون نگردنتو میزنیم. امیرالمومنین فهم. ببین مستحفظین یعنی این اومده به قشنگترین شکل ممکن وارد این شورا شده، کاری که باید میکرده کرده، رفته بیرون. جالب تو همونجا بحثی 3 روزم طول کشید بحثا شورا و اینا. روز سوم یعنی 40 نفر رو بر اساس دستور عمر، ابو طلحه انصاری با 50 مرد مسلح، 40-50 نفر بود، دور اون جایی که داشتین شورا انجام میشد آماده شمشیر که اگر نتیجه نداد باید گردن بزنن. شورای شورا مشوره. خود امیرالمومنین شرط عبدالرحمن بن عوف فرید میگه، میفرماد تو عثمان را برگزیدی تا خلافت را با تو بازگرداند. این اولین بار نیست که در مخالفت با ما اجتماع میکنید و ما را از حق خود باز میدارید. این امر به سنتی بر ضد ما بدل شده است. فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. پس صبر شایسته و خوب باید کرد و از خدا بر آنچه جاری و مقرر گردید یاری میخواهم. اینه فکر کرد من نمیدونم. مقداد قاطی کرد اون شورا، از همه مسلمین عشایر میگفتن آقا شما نظرتون رو کیه فلان، این بحثا مطرح بود. وقتی یوش مقداد بلند شد گفت با کسی دارید بیعت میکنید که تو جنگ بدر نبوده، تو بیعت رضوان با رسول از بیعت با پیامبر تو بیعت رضوان امتناع ورزید، تو جنگ احد فرار کرد، با او دارید بیعت میکنید؟ که عثمان عصبانی شد گفت اگه خلیفه بشم جز اولین کیسایی که میکشم تویی. اینو فقط یه آدم سیاستمدار دین شناس، یعنی واقعا نگهبان دین، میتونه بره از تو بدترین شرایط، حداقل برای من و تو بعد 1400 سال یه علمی بذاره که برای من تو سوال بشه. یه چرا بشد بنی هاشم، پس چی شد بنی العباس؟ مگه بنی هاشم نبودن؟ اینا رو فقط اینا. یعنی شما برادر من اشتباه نکن که مثلا دنبال این بگه چرا امیرالمومنین این کارو کرد، ای کاش امیرالمومنین مثلا همونجا این اقدام انجام میداد. خیلی به ذهن من شما میرسه یه ایده‌ای داریم، اما اگر اون کار صورت میگرفت یغلب الباطل علی اهلی صورت میگرفت، باطل غلبه پیدا. امیرالمومنین باید یه نشونه بذاره برای 1400 سال تاریخ، برای 2000 سال بعد از خودش. این مهم است.
من و شما انگار اینی میگیم سر جاده میبینیم یه نفر داره واسه کف آسفالت، میگیم بیا بابا یه نقاشی بکش، علامت فلش بذار، بگو راه اینوری است. تو جاده میبینیم یه نفر رفته کنار یه کوه، کنار جاده اون بالا داره یه چیزی میسازه، میگیم بابا اون وقت برای زمان برای چیکار داره میکنه؟ میگه بابا این 2 سال دیگه آفتاب رنگشو میبره. من یک سازه‌ای باید بسازم که تا ابد بمونه. خیلیان قرار، چرا ما فقط همینا رو میبینیم؟ میگه خیلیان قرار بعد از ما بیان، اونا باید بشناسن که نمونه اتم و اکمل این ابا عبدالله یک بنای عظیمی به اسم عاشورا برپا میکنه که یک عمر همه بگن کل یوم عاشورا کل ارزن کربلا، خودشونو وسط جبهه حق و باطل ببینن. از این قشنگتر تمام عالم و آدم به پابوسی ابا عبدالله بیاری برای خدمتی که کرده جمعه، یعنی همین کافی است. فکر میکنید چی میشه ما در زیارت عاشورا بنی امیه قاطبه؟ ما در مورد یهود چی گفتیم؟ اینجا تو بنی امیه قاطبه لعن میکنی، یه دونه رو وسط لالوها نمیذاری بمونه، یا همه‌شون جمیعا و رحمت الله. جریان لعن میکنی، آل لعن میکنی، لعن آل زیاد، آل مروان، اینا این ویژگی ها داشتن. اینا دنبال غلبه درست سیستماتیک کردن باطل بودن. برای چه امام حسین قیام میکنه جلوی یزید؟ اون ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا صحبت کردم براتون. چون یزید با بقیه فرق داره، شرایط زمان امام حسین هم فرق داره. وگرنه همین یزید 1 سال بعدش زمان امام سجاد هست، امام سجاد قیام نمیکنه، چون این یزید امام حسین دیگه نیست. همونجوری سفاکه ها خونریزه، حمله میکنه به خونه خدا. خدمت شما عرض بکنم 3 روز رفع القلم میکنه، میگن 1000 تا بچه حرامزاده به دنیا آمد. صفحه های قرآن بود میگم زیر سم اسبه بالا پایین میرفت. جنایتشو کرده، چرا امام سجاد قیام نمیکنه؟ پس یعنی جواب میخوایم. امام حسین چرا قیام؟ آقا امام سجاد مثلا 70 تا آدم نداشت قیام کنه، نه که مثلا 70 تا آدم امام حسین مثلا منجر به پیروزی مثلا زمینی شده، یعنی 30,000 نفر رو کشتن، نه که اگر مثلا 70 تا آدم با امام حسین نمیموندن امام حسین قیام نمیکرد. بازم امام حسین تک و تنها همون کار انجام میداد. شک دارین؟ خودش میفهم، میگه برید اینا فقط با من کار دارن. اگه خودش اهل بیعت کردن با یزید بود که بیعت میکرد، زودتر از این قصه ها پیش نمیومد. یزید میخواست باطل را سیستم کند، امام حسین جوری تو سینه‌ش اومد، جوری زد که همون یزید برای اینکه در از دسته، اون یزیدیه که لعبت هاشم و بالملک میخونه، داره میگه بابا کدوم وحی، این حرفا چیه بذارید کنار بابا. این بنی هاشم میخواست حکومت از دست ما بنی امیه تو قریش در بیاره، این بازی رو درست کرد. ولا خبر اونجا ولا وحی نظر، نه خبری نه وحی، اینا رو آخونده درست کردن. اینو گفت. همچین امام حسین زده تو گوشش، امام سجاد از زینب و مسیر رو خوشگل دارن ادامه میدن، برای اینکه قطع کنه حرفای امام سجاد دستور میده اذان بگن. خبری نبود، وحی نبود، اذان واسه چی میدی؟ عقب نشینی که رفت تو لاک دفعه گفت من نبودم، ابن زیاد بیشرف خودش واسه خودش حمله کرده، اصلا من نگفته بودم. خیلی نادم. آقا هر چی از اینا گرفتید برگردونید، با عزت احترام برگردونیدشون مدینه. نذاش باطل بیاد سیستم کنه خودشو جولان بده. و الا مثلا یزید شراب خوار بود، مثلا بقیه‌شون ما طهورا می‌خوردن، شرابن، آب زمزم می‌خوردن. متوکل که امام هادی رو آورده جلوی امام هادی داره عرق می‌خوره. تعارف هم کرد به امام هادی، بهتون بر نمیخوره.
چرا امام حاجی قیام نکرد؟ بعضی میخوان فکر نکنن، زحمت نندازن خودشونو، فسفر نسوزونن، یا ببین از بیخ مثلا قیام امام حسین رو منکر میشن. میگم قیام نکرد، امام حسین داشت فرار میکرد دست یزید. از بیخ ماجرا حل کردن. به جای اینکه مسئله رو حل کنن، صورت مسئله رو منحل میکنن. مسئله حل میشه به زعم خودش. فلذا یکی از وظایف منتظران این است. ببین اصلا داینات دقت کنید، من دو بخش داره حرفام. میگم اینو جنیدی؟ حالا وظیفه ما چیه؟ میگم اونا مستحفظ دینن، ما باید کمکشون کنیم. ما باید مستحفظ دین بشیم، ما اداشون رو در بیاریم دیگه، حفاظت کنیم از این دین. اینجا یکی از وظایف اصلی شیعه در آخرالزمان این است که جریان حق و باطل را از هم جدا کند، حق را فریاد بزند، آشکار کند. این وظیفه شیعه است. آقا ما اینجا دیگه اصل وسط لحاف نداریم که دو تا طرف این وسط دعوا کنن سر لحاف، اونی که وسط خوابیده خوشکانش باشه. نه خیر، حق و باطل از هم جدا خواهند شد. تو وایستا همین مملکت خودمون ببین یه اتفاقات عجیب غریبی میفته، میگی بابا باور کن باید یه دستی پشت این باشه، مگه میشه همینجوری طبیعی مثلا مرگ رخ داده باشه؟ حضرت موسی هم دادش در اومد دیگه، برگشت گفت خدایا من یه دقیقه رفتم حالا این سامری که تو چرا یه کاری کردین گوساله ازش صدا در اومد. نافتنا قومک، من باید فتنه کنم قوم تو رو، من باید کوره رو داغ کنم، من خواهم حق و باطل از هم جدا کنم، من خواهم ناخالصی این طلای مذاب ازش بگیرم. اینجا حد وسط نداریم. بخوایم بمونی وقت خودتو تلف کردی، حق و باطل از هم جدا میشه و از قضا تو باید به این کمک کنی. اما اینو بعضیا به معنی تندی فهمیدن تو مملکت ما. نه محکم، نه از قضا تو اینجا داد و بیداد کنه حق و باطل از هم جدا نمیشن. از قضا تو باید با اخلاق و منش درست حجرت رو تمام کنی. شما الان سر بحث خانم و حجابشون حرف داری، همه حرف تو چیست؟ میگی بابا این برای حفاظت از توی زن بهتر است. اینه دیگه. میگی خواهی باختا. ببین اینو چجوری میخوای بهش بگی؟ با داد و بیداد. بعد شروع کنی بهش مثال خارجی برای کشور دیگه که انجام دادن بیاری بهش نشون بدی، تجربیات جهانی رو بیاری نشون بدی، ها شأن خودش بهش بفهمونی. یه بخشی اصلا بحث روانشناسی داره، اصلا بدو آقا این ذات زن است، این ذات مرد است، اینا این تفاوت ها رو دارن، این شباهت ها رو دارن. مبتنی من که نمیتونم مثلا توی لیوان شیشه مثلا چه بدونم ماسه بریزم باهاش، بمونه مثلا چه بدونم وسیله بنایی ازش استفاده کنم که حالا میتونی 4 بارم استفاده کنم، احتمال شکستن تو این خیلی بالاست، میذارن کنار. تو را خدا شیشه‌ای آفریده، کاربرد دیگه داری. اصلا به معنی نیستش که مرد بالاتره یا زن بالاتره. وقتی اینا شبیه هم نیستن چطور میخوای وظایف مشابه براشون تعریف بکنی؟ اینو فقط باید چجوری به این بفهمونی؟ تو توی یه جامعه ای وقتی بلند میشی میای میگی حجاب قانون است، من میخوام قانون رو رعایت کنم، خب خدا پدرتو بیامرزه یه 10 جا دیگه قانون رو درست رعایت بکن که بگه بابا مشی اینا قانونه. متوجه شدی؟ میگه حالا تو 60 جا دیگه قانون سوراخه، همینجا محکم وایسادی اجرا بشه. تو اینجا مشکل داری، با من مشکل داری، چرا فقط سر من داری اجرا میکنی؟ اگر میبینید موسی شروع میکنه هارونو زدن، این یک الگوست. آدم میره سراغ یکی از خودیاش، سراغ آدم بیگناه هماهنگ شده است. موسی کتک میزنه ثواب میکنه، هارون کتک میخوره ثواب میبره. یجره الی، ریشاشو موهاشو گرفته میکشیدش اینجوری. گفت چیکار کردی اینا بود؟ اونا همه غلاف بدین یا ابوالفضل، احتمال هم موقع میگفتن خب یا ابوالفضل این هارون که جلو ما رو گرفت، این بر ببین ما رو میخواد چیکار کن. بله فقتلوا انفسکم، اونا رو کشت. این که خدا در قرآن میگه آی زنای پیغمبر
شما اگه خطایی کنید 2 برابر باهاتون حساب میکنم یعنی چی؟ یه بقیه زن حساب کار دستشون بیاد. بفهمی توی که از رانت نزدیک بودن به پیامبر برخورداری، بدان هر که بامش بیش برفش بیشتر. تو اثر اجتماعی داری. این یعنی چی؟ یعنی کسایی که اثر اجتماعی دارن رو 2 برابر بپایید. تو همسر پیامبری، اثر اجتماعی بالا داری، هم ثواب 2 برابره هم گناه 2 برابره. آقا توی کسی که رشته ریاضی فیزیک داره درس میخونه، درس ریاضیش ضریبش 4، برای اون انسانیه این نیست. ادبیات تو درس انسانی ضریبش بالاست، برای من ریاضی که مثلا من ادبیات بخونم ضریبش چند 2 مثلا، یادم نیست چند بود. میگه تو اگه همسر پیامبری، نزدیک پیامبری، تو ضریبت بالاست، چه تو ثواب چه تو خطا. این یعنی چی؟ یعنی اگر تو میخوای اینجا رو بحث حجابم وارد بشی، برو به اونایی که مؤثرترن، اول اونو شروع کن. این نمیشه که سلبریتی بیاد به ریشتون بخنده 1.500 بعد اون دختره رو بگیر تو خیابون. من میگم به فرض همین قاعده خودت نگاه کن، اصلا من قضاوتم نمیکنم. نه اینکه ترس داشته باشم از اینکه بخوام قضاوت بشم یا قضاوت بکنم، نه، یعنی الان مثلا این نیست و این همه موضع منو میدونن چی. میفهمی حجت رو تمام کردن یعنی چی؟ یعنی این قرار نیست بری داد بیداد کنی، این حق است، زارت بذاری بقیه همتون باطلید فلان فلان شده. میگه خب چرا باطلم؟ تو که اصلا همون کار دشمنو کردی. یغلب الباطل علی اهلی، همه اینا باطل شدن، غلبه کرد. یا حجت رو تمام کن، مثل یه نگهبان دین. کم اهل بیت چیکار کردن؟ بریم در عمل ببینیم. امام حسین وقتی میخواد قیام کنه علیه یزید، تمام شبهات از خودش دور میکنه. این حکومت میخواد، پس چرا زن و بچه‌شو بود؟ این پول میخواد، پس چرا پول نگرفت؟ هیچ وسیله‌ای به امام حسین نمیچسبه، هیچ وسیله‌ای. تا اینکه دیگه اصلا بنی امیه مورخینشون دیگه دست به کار شدن، گفتن کارش بگیم عاشقانه بود، نعوذ بالله عاقلانه نبود. یعنی چون نمیتونن توضیح کنن. چرا؟ چون عقلشون عقل معاشه، عقل دنیوی است، عقل اخروی نیست. چون حجت رو تموم کنی. این که ما اصل وسط لحاف نداریم درست است، اما این به معنی این نیستش که شما بیای یک جریانی رو حل بدی بگی شما باطلید، غلط کردی، خودم خبرن. یا آقا نیستم، با من صحبت کن، شاید حرف دارم. میگه نه غلط کردی، تو باطل گم شو، در ببندید. خب الحمدلله آخه ما یه زای برحقی موندیم بیرون، نگاه می‌کنیم نه هیچ، خودشه فقط. ما غرباله‌های قبل از ظهور را قبول داریم، غرباله‌های آخر زمانه قبول داریم، اما طمع داریم به تک تک آدم‌هایی که از این غربال سقوط می‌کنند، میافتن، میریم از همون پایینتون پایینیا دستشون میگیریم، دوباره میگیم بیا گنده‌تر شو، درشتر شو، برگرد دوباره تو غربال. باید حریص باشید بر هدایت آدما، حریص بگین نباید از دست بره. تو باید یک سپاه ببینی بگی من دارم آدم جذب میکنم برای لشکر امامم، برای این جریان دارم آدم جذب میکنم. این پسر خاله از دست رفت، اون از دست رفت، میگه نمیشه که علی میمونه حوزش. گفت طرف رفته بالا منبر داشت سخنرانی میکرد، جهنمی ها رو داشت معرفی میکرد. گفت اینا که جهنمی ها، اونا هم که جهنمی ها، اونا هم جهنمی ها. پیرمرد بلند شد گفت اینجوری که میگه علی میمونه حوزش، که فقط حوض کوثر دیگه امیران اون استقبال کنه از بهشتی ها، کسی نمونده، همه جهنمن. امام علی علیه السلام میفرمان لا یؤنسنک الا الحق ولا یوحشنک الا الباطل. میگه جز با حق انس نگیر و جز باطل از تو بهراسن. این نترس از این، حقو بشناس، باش وایستا. باز جا دیگه میفرماد هان میان حق و باطل جز 4 انگشت فاصله نیست. بالای منبر فرمود، خطبه نهج البلاغه است. از آن حضرت درباره معنای این فرمایش سوال شد. امام انگشتان خود را به هم چسباند و آن را میان گوش
و چشم خود قرار داد بالای منبر. شما فکر کنید مثلا اینا بالای منبر امیرالمومنین میدیدن؟ یه راوی نقل کرد اینجوری. بانگاه فرمود باطل این است که بگویی شنیدم و حق آن است که بگویی دیدم. این معنیش خیلی از شنیده دیدم میدونی یعنی چی؟ یعنی یقین کردم. خیلی از شنیده ها دیدنیه، یعنی یقین داری دیگه. شما یه حرفی رو از امام معصوم بشنوی بعد حتما ببینی، یقین. یعنی چی؟ یعنی بیاد برای مردم اینها رو یقینی کنید، یه کار کنید باور کنه. تو همین شلوغی گوری ما رو دیدن تو ماشین اومدن سمت اونو صحبت و اینا، اینا آدم کشتن فلان کردن بهمان کردن اینجوری کردن اونجوری کردن، اینا به خاطر حکومتشون هر کاری میکنن. گفتم یه دقیقه صبر کن. گفتم چرا آدم بکشه؟ یه خوشون راحت کنه میگن لخ بچرخ که راحت تره. که اگه کسی قراره به خاطر حکومتش هر کاری کنه این که خیلی راحت تره که بچه آدم بکشه. دلیل بیارید، استدلال بیارید. حدیثای قشنگی داریم در مورد این که چه اتفاقاتی میفته وقتی مردم در مواجهه با حق قرار میگیرن. جای دیگه امیرالمومنین میفرماد اگر باطل با حق در نیامیزد بر حقیقت جویان پوشیده نمیمانم و اگر حق با باطل آمیخته نشود زبان دشمنان آن بریده میشود، لیکن مشتی از آن برداشته میشود و مشتی از این، و بدین ترتیب حق و باطل با هم آمیخته میشود. میگه حق و باطل از هم جدا کنی سریع آدم راحت جدا میشن، نذارید قاطی بمونه. بعضیا دیدم میگن ولش کن الان حرف نزنیم برامون سخت میشه بد میشه. این نیست، محکم قاطع وایستا، از قضا جایی که در خطری حرفتو بزن. منتها یک جای شما میگه الان فضای گفتگو نیست، بله درست، وایستا فضای گفتگو فراهم شه. خود همین آقا جای دیگه میفرماد که یه حرف وقتی زمانش نرسیده اینو نگید، چون هم خودتو ضایع میکنی همون حرفه رو کسی دیگه هم بعد تو نمیتونه بزنه. بذار جاش برسه، وقتش برسه. امام حسن چرا قیام نمیکنه؟ میگه به این مردم باید ثابت بشه بنی امیه کیان، باید ثابت بشه اینا یک دونه از حرفاش معاویه انجام نخواهد داد. من شرط فراهم میکنم بذار چند سال بعد امام حسین قیام کنه. ظهور حضرت ولی عجل الله تعالی فرجه الشریف یک خیزش روشنگری جدای حق از باطل میخواد، یک خیزش، یک انقلاب میخواد، یک جریان برخاسته بر روشنگری میخواد، یک نهضت میخواد. باید این اتفاق بیفته. اگه این کاری کردید مردم ایمان میارن، تسلیم جبهه حق میشه. شما همین الان نگاه کنید مردم دنیا نسبت به ما ایرانی‌ها چه شناختی دارن. مثلا فکر می‌کنن ما عربیم. یه سوالاشو نگاه می‌کن در مورد ایران، why Iranian نگاه می‌کنیم زده why Iranian are not Arab. میگه چرا اینا عرب نیستن؟ عجب. یعنی حتی نمی‌دونم ما کجاییم. همین جریان اینترنتی ایرانی ریالیتی که راه افتاد، ایران در واقعیت مردم شروع کردن. ببینید بعضی از خارجی چیا نوشتن. عجب. یارو چه مال کشور دیگه است، برداشته عکس درست کرده میشه ایران در واقعیت، ایران در فیلم‌های ما. خود یارو پست تولید کرده. اونجا مش خرابه برای بیابون این چیزا گذاشته، شنزار گذاشته. اون بالا ایران واقعیت اینا. برای چی من با وقتی از سلبریتی من مشکل دارم؟ میگم تو داری حق و باطل آمیخته نگه می‌داری، تو داری میگی ایرانیه. من گفتم ایران مشکل نداره، من 10 برابر تو دارم داد میزنم، والا تو رو تو تلویزیون جمهوری اسلامی راه میدن، من راه نمیدن. مشکلاتی که من 10 برابر تو داد میزنم، ریشه‌ای تراش هم میگم، راهکارم هم میذارم جلوت، میگم اینم راهکارش. اما واقعیت ایرانو بگو. تو چرا فقط ایران سیاهو نشون میدی؟ ایران سفیدم نشون بده، ایران خاکستریو بگو.
یک نهضت روشن. چند نفر تو دنیا امام حسین ما رو میشناسن؟ من هیچ وقت یادم این عملیات توییتری لیو لایکلی که انجام شد این خیلی منو اذیتم کرد. طرف اومده بود نوشته بود که یکی از این خارجه توییت ها رو خونده بود، کار خاصی هم که نشد. خیلی از فرمایش امیرالمومنین اصلا ترجمه شده. حکمت های نهج البلاغه است، به زبان انگلیسی موجوده، به زبان فرانسوی نهج البلاغه، به زبان فرانسه نهج البلاغه، به زبان اسپانیایی نهج البلاغه هست، یعنی فقط منتشر شد. بعد طرف اومده نوشته آقا بیاد یه عربی پیدا کردم قرن 7 زندگی میکرده، بیاد ببین چه حرفایی میزده. قرن 7 میلادی خودشون میگه. وای بر ما ادعامون میشه که مردم دنیا کنفوسیوس رو بشناسن، امیرالمومنین نشناسن. مقصر کیست؟ ماییم. قطعا حوزه است، شک نکنید، قطعا دانشگاه است، با همین ترتیبی که گفتم. چرا شما برنامه‌ای نداشتی برای معرفی امیرالمومنین مردم دنیا؟ با یه مسیحی نمیگه، میگه به خدا قسم اگه حسین مال ما بود اینو پرچمی میکردیم باش تمام مردم دنیا رو مسیحی میکردیم. چقدر از اینها داری که تو هیچ استفاده نمی‌کنی؟ یک خیزش میخواد که این حق و باطل رو جدا کنه. مردم دنیا نمیدونن چرا ما با اسرائیل دشمنی داریم. فکر میکنن ما عربیم، اونا اومدن یه بخشی از سرزمین عربا رو گرفتن، ما سر عرب بودن رو داریم اون دفاع میگیم. بابا نه، ما عربیم، ما عرب هم داریم، اما این نیست که عربستان باشیم، عراق باشیم، سوریه باشیم. ما نه عربیم و نه حتی یک حکومت سنی. فلسطینی‌ها سنی هن. اینو ولش کن آقا. اصلا آفریقای جنوبی که سیاه‌پوست بودن اصلا مسلمان نبود، مسئلهشون اصلا اسلام توشون نبود، ما از اونا هم دفاع کردیم. اینو نشنیدن، این خبرشون نرسیده. چرا؟ ما تو رسانه ضعیفیم. یعنی اگر این مبنای ما می بود امروز باید اصلا جمهوری اسلامی تمام توانش میذاشت روزه چی؟ رسانه ایش. نه اینکه 4 تا ویودی داخلی بتونن یه رسانه‌ای رو به چالش بکشن. اصلا فضا گفته با بی بی سی داره حرف میزنه، تو هم حرف بزن. چیکار کردی که حرف تو رو گوش نمیده؟ ما باید این علمو دست بگیریم، مردم رو به عقلانیت و فطرت در سر تا سر دنیا فرا بخونیم. امام صادق میفرماد لا یستیقن القلب ان الحق باطل ابدا ولا یستیقن ان الباطل حق ابدا. هرگز دل به باطل بودن حق و حق بودن باطل یقین نمی کند. میگه نترسید، حق با شماست، حرف مال شماست. شما یه حرف بزنید 10 برابر از شما میپذیرن، چون حرف شما حقه. این دل بر مبنای شما طراحی شده. این لیوان برای آب ساخته شده، نه برای خاک بریزی توش. اونا خاک ریختن از بیورزگی تو بوده. برو آب بریز ببین همه خاکا رو بریزه دور. تو این مسیر نباید بگی من عده و عدم کمه نمیدونم چه. امام علی میفرماد قلیل الحق یدفع کثیر الباطل. یک کم حق زیادی باطل رو میزنه، باطل زیاد رو پس میزنه. کما قلیل من النار، برام یه تیکه آتیش انقدر آتیش یحرق و کثیر الحطب. اینقدر یه چوب کبریت کافیه که یه جنگلی آتیش بده، کلی هیزم آتیش بده. میگه جنس حق اینه، رو فریاد بزن. ورزشکاری که میفرستی اونجا میخواد جلوی اسرائیل بازی نکنه، چی داره برای مصاحبه بعدش؟ اصلا اون بازی نکرده که بعدشون تو مصاحبه 4 تا حرف بزنه. اینجا ورزشکار نرفته، بازی هم نکرده، یه شب یه کلیپ ازش میاد بیرون تو خیابونا رو داره نشون میده، داریوش داره گوش میکنه، چی داره گوش میکنه،
زمین رو نشون میده و یعنی من غم دارم. تو اون وقت باید رسانت تا رنگ لباس و نمیدونم چی و چی و چی و همه اینا رو فکر کرده باشی. بگی الان فضا فراهمه، آقا این گله رو زدیم چی رو نشون بدیم زیر پیرن ما. شما نگاه بکنید جام جهانی قطر، آلمانا دیگه قفلی زده بودن که این پرچم همجنس بازار یه جور نشون بدن. آخر اون زنه اومد کار خودشون کردن. دیدید چند بار من و شما برای معرفی حق این کارو کردیم؟ چند بار از حق طلبان دفاع. آقا جریان هیپ هاپ در دنیا، جریان رپ در دنیا، کسایی مثل توپاک شکور و اینا ضد صهیونیست بودن. طرف شعارش این بود کیلومیناتی، کیل ایلومیناتی، ایلومیناتی رو بکش. زدن کشتنش. بعد 4 تا رپر همراه خودشون آوردن بالا که جریان جهت‌دهی بکنن. تا هر سال باید برای اون یادواره میگرفتی. بعد از 400 سال ما بلند شدیم رفتیم تا اردبیل یادواره شهادت چالدوران گرفتیم. داد این از استانبول تا باکو در اومد دادشون. چرا؟ 20-30 هزار تا جوون ایرانی ترک شهید شدن. کی اینا رو کشته؟ عثمانی‌ها. آره اونا میکشتن. قتل عام بزرگی صورت گرفته. تو نامردی هم زدن، توپ داشتن اینا نداشتن، با بیشرفی هم زدن. چرا اینو کسی نباید بدونه؟ عجیب نیست؟ مثلا بعد 400 سال کسی به این فکر نکنه بابا یه یادواره شهدا هم اینجا بشه رفت گرفته. رفتیم تو همون مراسم، همونجا این سنگای قبرشون هم بغله. شاید به دلیلی داشته باشی، نترسید ادعامون کمه. یه تیکی کوچیک حق کسی از باطل رو میسوزه. یکی داره میگه، کسی که معروف علیوم مع الحق و الحق مع علی، خودش این کار است. امام صادق میفرماد هیچ باطلی نیست که برابر حق بایستد مگر آن که حق بر باطل چیره میشود و این سخن خداوند است. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، بلکه حق را بر سر باطل میزنیم که آن را در هم میکوبد. شک نکنید حق بر باطل پیروزه. نترسید بگید، حرف حقو بزنید. اخیراً دیدید یکی از مدیرای جوان کشور اومد یه حرفی زد که آقا اگر این صندوقهای بازنشستگی رو جمع نکنید قصهشو، باید مثل یونان برید جزیره بفروشید. دید چه قصه درست شد دیگه. بعد دیدیم مسئول محترمم چیکار کردن؟ اونی که لخ بودن پادشاه فریاد زد حذفش کردن. اینو گنداختنش بیرون. وای بر شما. اولا برید حرف این بدبخت کی گفت برید جزیره بفروشید؟ که گفت یونان دیدی جزیره‌اشو فروخت، بحران بازنشستگی داشت، بحران صندوق‌های بازنشستگی داشت. حالا جزیره نمیفروشید، هسته‌ای میدید میره عوضش به خاطر پول. تو هسته‌ایتون بتون میریزید، مگه نکردید؟ به خاطر برجام بود، پول برجام بود. حالا جزیره نه یه چیز دیگه، عقب نشینی تو منطقه مجبورید بکنید. الان مسئله حل شد. چند نفر اومدن همین مسئله رو حرف بزنن، بیان صحبت کنن راجعش، که بابا اینو چرا برش داشتی؟ چرا صورت مسئله رو حل پاک میکنی؟ تهش اینه که مثال خوبی نزد که اونم بابا اصلا حرفی که بنده خدا زد قبلا تلویزیون مستندشو پخش کرده. بمب ساعتی برید ببینید، مستند بمب ساعتی رو برید ببینید. میگه چی شد یونان این بلا سرش اومد. عضو اتحادیه اروپا جزایرشو فروخت. چرا؟ بحران صندوق بازنشستگی داشت. من 2 سال 3 سال پیش تو مصاحبه گفتم، الانم بازم میگم، فاجعه ای در پیش است تو صندوق بازنشستگی که در دنیا یونانیا که همه اینجوری بهشون نگاه میکردن تو این فاجعه، یونانیا به ما اینجوری نگاه خواهند کرد.
6 نفر باید کار کنن که 1 نفر بیمه بازنشستگی بگیره. این نسبت 6 به 1، 5 به 1. تو بعضی از جای کشور رسیده به 7/10. 1 به 1 هم نه 1 نفر کار کنه، زیر 1 نفر داره کار میکنه که پولو قطعاً ورشکستن، قطع به یقین. شما نمیخواید اینا رو بگید دیگه، نمیخواید 1 نفر بگه. من تعجب میکنم از وزارت رفاه و کار امور اجتماعی. من صورت مسئله رو پاک کرد، بنده خدا این پسره رو عوضش کرد. چرا کسی صداش در نیامد؟ چرا کسی صداش در نیامد؟ ترسید عوض بشید؟ مرد شور ببر خودتون اون پستتون و صندلیتون رو. غلط میکنید، دم از امیرالمومنین میزنید. ادعاتون هم میشه یه من ریش میذارید و اون کسی که این تذکر رو داد دلسوز مملکت بود. ناراحتید گفتن بحران صندوق بازنشستگی در پیشه. من 3 سال پیش 3 سال قبل اون گفتم، الانم میگم فاجعه ای در راه هست که اصلا این اتفاقای اقتصادی که داشتیم اینا چیز بوده، اینا مانورش بوده، یعنی پیش قضا بوده. راه حل داره. ببینید الان مکرون دیدی محکم وایستاده، بکش کف خیابون فرانسه دیگه. ببینید چیکار داره میکنه. میخواد 2 سال، یکی 2 سال این بازنشستگی سنشو بیشتر کنه که ورشکست نشن. محکم پا مملکتش وایستاده، دمش گرم. صدا سیما حالا چون با فرانسه مشکل داره زرتی زد داره پخش. دیدید امروز در خیابان فلان کرد. بابا بگو این دلیلش چیه؟ اونم میتونه اینجوری مثل شماها ماله بکشه، مکرون هم میتونه مثل شما ماله بکشه بگه ولش کن بده زیر فرش. 10 سال دیگه میزنه بیرون میگه من اون موقع مسئول نیستم. اینه دیگه، بده زیر فرش. مدیریت زیر فرشیه اینا. فاجعه‌ای در پیشه. میگم 5 تا بعد کار کنن، نون 1 نفر رو بدن. 7/10 شده. برید ببینید صندوق کشوری چه خبره، صندوقای لشکری چه خبره. بعد چیه پول اینا رو هم نمیتونن بدن. دولت میاد چیکار میکنه؟ مثل گوسفندی که سر بریدم بیا روداش مال تو دیگه. حالا روداش میخوام چیکار، گوشتش بده. نمیاد چیکار میکنه؟ شرکت ورشکسته شو به درد نخورش که کار نمیکنه رو میده به چی؟ به بازنشستی. با این بدبخت. بعد یه چیز جالب به شما بگم، تمام دنیا یارو میگه 40 سال کار کردی بعد 43 سال کار کنی. اروپاش داره این حرفو میزنه 40 سال نه 30 سال، 40 سال کار کردی بعد 43 سال کار کنی. کشورمون اینو داره میگه. اینجا ما 1000 تا شغل معرفی شدن تا الان، 1000 تا شغل در ایران که اینا بازنشستگی زودتر از موعد دارن. 20 سال بازنشست میشن، 25 سال. به خدا شغلا رو بگم خندتون میگیره، منتها نمیتونی بگی چون پوپولیسم حاکمه. هر کدوم از این شغلا رو بگی صداشون فردا در میاد. شروع میکنن تو توییتر میان تو اخی تو جیزی. همه ساکت شدن، میگن به به چه لباس قشنگی تن جناب پادشاه. یه بچه اون وسط داد زده، بگید بچه رو خفش کنید. آقا خبرنگاری جزو شغلایی که زودتر از موعد. من نشسته بودم، حالا اینا بعضیشون هم ناراحت میشن دیگه. عیبی نداره دیگه، بذار ناراحت بشید. چیکار کنم دیگه؟ میگه حقو بگو امکان مرا. تا حق استمونه. نشستم توی پرواز، امنیت پرواز اومده پیش من میگه که حاجی دمت گرم یه کاری کن، ما پیگیری کن مسئولین رو میبینی، کار کن ما 20 سال بازنشست بشیم. یا مریض 20 سال که همزنه منی تو همین بازنشست بشی که خب یه کار ما سخته. میگم منکر نیستم کار سخته. بابای من ارتشی بوده، میرفت 3 ماه 4 ماه میومد، نمیدیدیمش، کارش سخت نبوده، لبه مرز داشته میجنگیده. گفتم بارها با صدام ول کرد به قرآن بابای ما ول نمیکرد و 70 مونده بود جبهه. برگرد. خب نگهشون داشته بودن لبه مرز، مرز بود بپای، حالا چه صدام حمله کنه چه نکنه.
اینا کارشون سخت نیست. اون که میره لب مرز وایسته داره میجنگه اون کارش سخت نیست. 30 سالم پر میکنه بدبخت. بگو نه ببین ما میگیم تو هوا اینجا اشعه یووی زیاده تو آسمون شروع کرد از اینا. گفتم یه دقیقه صبر کن. گفتم این دختره رو میبینی؟ مهمان داره رد شد. گفتم یووی برای این زیاد نیست؟ فقط یووی تو رو میگیره؟ مثال ها. حالا همینم الان فردا میگن فردا من فرودگاه داریم رد میشم همشون اینجوری ما رو یه جوری ما رو میگردن دیگه. 1000 تا شغل تو ایران معافیت چیز پیدا کردن. 1000 تا شغل. ما اصلا بیام همین الان هممون دور هم جمع بشیم ما بگیم ما 24 ساعت بشینیم 1000 تا شغل اسم ببریم. یه شورای تو هر قبرستون دره درست کردن، شورای معافیت نمیدونم چی تو هر قبرستون دره بشینیم اونجا. یا یه گروه آقا ما شغلمون سخته. برون هم کشور دیگه اینجوریه. بعد میدونی چی میشه؟ دولت پول نداره اینا رو بده. چیکار میکنه؟ هی خلق نقدینگی میکنه، هی بینا حقوق میده. خلق نقدینگی یعنی چی؟ یعنی از خود ما خود همونا میگیره. دوباره تورم به وجود میاره. هی دیگه تورم چه ابر تورم. بله. حق را بگو. امام کاظم علیه السلام قل الحق و ان کان فی هلاکک. حق را بگو گرچه نابودی تو در آن باشد، زیرا که نجات تو در آن است. و تو تصور میکنی این هلاک تو، نجات تو در آن است. تقوای الهی پیشه کن و باطل را فرو گذار، هر چند به ظاهر نجات تو در آن باشد، نه زیرا که نابودی تو در آن است. برعکسش. بدونید خدا کوتاهی رو نمیپذیره تو این مسئله. امام علی علیه السلام میفرماید ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق. ای مردم اگه تو یاری حق کوتاهی کردید، فروگذاری کردید و در خار ساختن باطل سستی نمودید، کسانی که همپایه شما نیستند در شما طمع نمی‌کردند و هیچ قدرتی بر شما مسلط نمی‌شد. اگه این کار نمی‌کردید اینا همپایه شما نمی‌شدن. یه مش اراذل و اوباش بر شما مسلط نمی‌شدن. شما کوتاهی کردید. دعای ندبه از ما خواسته که اجازه غلبه ندیم. غلبه اجازه ندید سیستم بشه. امام حسین بلند شد یه چک زد تو طول تاریخ 1400 سال پیچیده و به نام او 1400 سال هر جا باطلی سر کار میده که بلند میشه میزنه زیر گوشش. اونجا میگه آقا کشته میشیم پشتش. آقا زن و بچه‌ت صاحب دارن، زن و بچه‌م خدا دارن. خدای من خدای اونام هست. هر چی میخواد بشه بشه. به بلندای تاریخ فریاد زد تا امروز ثبت شده. آقا هیهات من الذله. حقو بگو. اگر شما دعا ندبه یا شما امام زمانی ها بدونید که از وظایفتون اینه که اجازه به غلبه باطل ندید. یه جا میگه که آقا دیگه داره باطل غلبه میکنه. یه جا میگن آقا ببین مثال میزنیم آقا الان بحث همین حجاب تو کشورمونه. یا یه جایی میاد یارو داره میاد میگه که آقا اصلا کجا قرآن حجاب اومده؟ و این دیگه بحثش فرق میکنه. تو نمیخوای حجاب سرت بذاری یه بحث دیگه است. این که بگی اینو دیگه آره اینو تغییرش نده. مرزو دیگه جابجا نکن. بگو من اینو انجام نمیدم. مرد باش وایسا با حرفت من انجام نمیدم. به این دلیل به این دلیل به این دلیل. خب اما اگر این طرف رو شما بگی اصلا کی بوده؟ اصلا نه خانی اومده نه خانی رفته از اول نبوده و اصلا اینا کی گفته و اینا این نیست. خب حق اینه. این مسئله این خط این چارچوب همینه. حالا تو نمیخوای انجام بدی یه بحث دیگه است. اجازه غلبه باطل دادن به سالم تموم شد دسته پرانتز بسته. خب اجازه غلبه باطل دادن یه کاری میکنه که قوم نوح دیدید دیگه. کشی تو خونه پیغمبر خدا، میگیش تو خونه هاتونا، میگیش تو خونه هامونا. آقا چند نفریم اونا چند نفر؟ روایتشو نشنیدی؟ میگه اصلا تو وظیفه‌تو انجام بده. آیا این به این معنی تندی بود؟ خیر، از قضا به معنی اینی که با نرمش و بهترین روش اتمام حجت کردن بود. بشه گفتگو کنی.
یکی از این بندگان خدا از آشنایان دور ما میشه، تو همین قصه اخیر خیلی دیگه استوریای عجب قجقی میذاش بنده خدا. بعد تو نیاوران بنده خدا با ماشین داشته میرفته و یه تصادفی میشه. تصادف واسه پلیس بیاد دیگه. طرف روش اسلحه کشیده بود. با زن و بچه‌ها، این با زن و بچه بوده. اسلحه کشیده بود. بعد آقا مردم زنگ میزنن پلیس و این میخواسته بره و بعد مردم نگهش میدارن وایستا. من مثلا مال فلان نهاد امنیتی خودشو معرفی میکنه. اینو با واسطه زنگ زدن به من چیکار کنم؟ گفتم وایستا ببینیم کدوم نهاد امنیتی اجازه میده زن بچه مردم اسلحه بکشی. اصلا کوتاه نه. من خودم زنگ زدم به 2-3 جا. گفتم یه همچین اتفاق تو حوزه استفاضه شما افتاده. یارو آهن فروش بود. به خدا از کدوم نهاد امنیتی هیچ چیزش. اسلحه واسه خودش گرفته. همین آدم میگفتش که نه پلیس لازمه ها. پلیس نیومده بود این منو میزد در میرفت. بعد اونجا وقتش بود که من یه تذکری بهش بدم. اون چیزا یادته؟ آره. واسه این پلیس میزدی. نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه ها. اینا یادته؟ بعضی موقع شما باید وایستی زمانش برسه. بله بعضی موقع باید سریع بگی دیگه دهن میفته بعدش بری فایده ای نداره. همون موقع همونجا. کوتاه نباید بگیم ما ببینید رصد کنید مثل برجک بشینید نگاه کنید کجا باطل امکان غلبه داره پیدا میکنه. سرضرب بزنید. کوتاه هم نیایید. و اگر باطل غلبه کند این میشه که تو روایت تذکرشو دادن. میگه مؤمن رو نمیبینی الا این که داره بچه‌شو مثل روباه از این سوراخ به اون سوراخ میبره که فقط بچه‌ش حفظ شه. دیدید گاز میگیرن پوست بچه‌شون روباه میگیرن گربه همینجوری و میگه از این سوراخ به اون سوراخ فراری میده. نشانه های ظهور به این معنی نیستش که وایسته محقق بشه، که به این معناست که به تو میگه کجا بری حضور داشته باشی. وقتی میگی شما اصلا تو نشانه های ظهور هیچی راجع به ماداگاسکار نداری اما راجع به شامات کلی مطلب داری. یعنی چی؟ یعنی اون جغرافیا حضور داشته باش. اونجا قراره بریزه به هم، اونجا قراره علیه تو یک جریانی ساخته بشه. زودتر برو مدیریت کن اون جریان رو، نه اینکه بشکنه های سفیانی ظهور بکنه بیا تا ناموس شیعه رو تو نجف بیاره لخ بچرخونه. بیاد آقای نجف باید فتح بشه اینا کجا بره. این که اصلا انفعاله. میگه مراقب شام باش، مراقب آذربایجان باش. نارون من آذربایجان، یه آتیش از آذربایجان میزنه بیرون. نمیفرماد فی آذربایجان در اونجا آتیشی میه، من آذربایجانی میزنه بیرون جای دیگه. تو باید رو آذربایجان مسلط باشی، رو آذربایجان در حضور داشته باشی، رصد کنی، قوی ترین آدماتو بذاری اونجا. این یه آدم عاقلی میاد به شما میگه نگاه کن ببین اینجا اگه سیل بیاد اینجا آب میزنه و از اینجا آب میزنه و از اینجا آب میزنه. تو باید وایسا اونجا آب بزنه؟ این مهدویت منفعل اصلا ما قبول نداریم. اینو دیوونه اینو چه درد میخوره نشانه‌های ظهور اینجوری باشه؟ نه این نشانه‌های ظهور برای این است که جلوی این جریان‌های انحرافی مهدویت رو بفهمیم. مثلا بگیم سفیانی اینجوریه، سید یمانی اینجوریه، تو شبیهش نیستی. میگم خب ببخشید پروفسور چرا فکر میکنه اون یارو دشمن ما این روایت رو نمیخونه خواست بده بیرون یه دونه کپه همون نده بیرون؟ آقای دکتر همونو میخونه میگه یمانی چه جوریه، کل روایت رو شخم میزنه، یه جا برمیداره یه داشبوردی قرار میده، همه رو یه جا نگاه میکنه، میگه خب این باید نسبش اینجوری باشه، قد و قوارش اینجوری باشه، ریختش اینجوری باشه، از اینجا بیاد بیرون، این ادعاها رو کنه. بسم الله. احمد الحسن خوب نبود، یه دونه بهترشو پیدا میکنه. میاد گرا میگیره. کار کرده روایت زور بده فقط در همین هم. اصلا نشانه‌های زور برای اینکه تو کار تمدنی کنی، برای اینکه خداش هم میدونسته، اهل بیتش هم میدونستن که چه اتفاقی میفته. شما تو آخرالزمان عدت محدوده. شما اگه مثلا چه میدونم 100 میلیون نیروی نظامی داشتی میگفتی آقا خیالات تخ هر جو شلوغی شد میفرستم. ماداگاسکار هم اینقدر پایگاه نظامی بزنیم داشته باشیم، جزایر فیجی هم داشته باشیم،
شیلی یادمون نره. میگه نه داداش، این شامات خیلی مهمه، عراق مهمه، فلانجا مهمه، یمن مهمه، اینجاها رو داشته باش. یعنی باید دائم رصد کرد. مهدویت اجتماعی است، کنشگرایانه است، منفعلانه است، فعالانه است. زودتر از تو شما فرض کنید مثلا ما گفتیم خب الحمدلله داعش همون سفیانی است، که زودتر نجف هم بگیر دیگه آقا بیاد. بعضی این بودن. نه خیر، در نطفه خفش کردیم. یکی از این علمای لبنانی گفته بود از نظر خودشو گفته بود، من تایید نمی‌کنم الزاما، گفته بود به نظر من همین گروه تکفیری سفیانی بودن، با مداخله ایران بداع صورت گرفت. سفیانی که قرار بود جنایت ها کند رو سیدنا القائد، یعنی رهبری اسپورت، در نطفه خفه کرد. اصلا شما فکر کنید نشانه زورم نداری، با عقل داری میگه نفر از ناموس شیعه، مردم نام شیعه چیه؟ مگه تو سوریه 1% شیعه بودن؟ مردم من داریم بلاها رو سرشون داره، آثار باستانی خراب میکنه، فرهنگ رو از بین میبره، تاریخ رو از بین میبره، انسانیت از بین میبره، اسلام رو داره کریه نشون میده. وایس نگاه کنی انشالله که سفیانیان، دیوونن به قرآن. اینا خطرناکن برای جامعه دین، اینا وحشتناکن، فاجعه. اجازه غلبه باطل ندهیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. صلوات